ما پیر داریم، پیر مذهب ما امام اعظم است. خوب بگیریم که بگیم اگر هم خیلی کوتاه امروز نیوز 500 سومون ما را 500 سومون قدر نکرد و من کارا بس کردم. گفت چی با ما را سلام ندادی؟ وای واقعا راست گفت. من نمیگم ما ملای زورگرانیم، نه که همون عادی ترین چیزا رو اونا نمیدونن، برای که اونا نخوندن، اونا گوش کردن، فقط اونا را گوش کردن، هم ورباف کردن تا اونجا را بردن. این مردم هیچ وقت باید گپش گوش نکرد. یک منبر از منبر پارلمان ما میگفتیم که اگر شما واقعا به خاطر اسلام جنگید چی با مثلا در کنار شما فلسطین در یک حالتی مثلا ما دعوا داریم که پیروان امام اعظم، حداقل امام اعظم رو بشناسیم. کسی که امام اعظم میشناسه هیچ وقت نمیکنه این کار را. رهبریت همون وقت دیرکتوری تلویزیون این برنامه رو به افیر راه نداد. شما را کیزه کس کردگی یک کس باید یک نفر دو نفر باید دردی کم بغل مشکلی یک کم بغل بگه کو. یعنی اگه از دینش آگاه باشه اما مولا را میگه رود سیاه این دقشه بر اوبال چیکار داره. گفتن مشکلی های جدی تر چه آدمو کارهای بچه‌ها رکلام میکنن، کلیان میکشن رکلام میکنن، ماشین تیزکنیش رکلام میکنن، عرقریش رکلام میکنن، در دیسکوتک بدنش رکلام میکنن. برای میگه که حقیقت مرد است. میگه اگر زن میشد هم او را دوست می‌داشتن. دسترسی به اطلاعات مثلا همیشه برای ژورنالیست مشکلی داشت، ولی این مشکلی هایی که امروز دارد این مشکلی ها امروز نیست. واقعا معاش خوب داشت، هم معاش خوب داشت، هم گنرال گفتم گنرال خوب داشت. اونایی که در صفحه اول چوب میکردن با فکرم 100 سومون فقط هم یک اگر مقاله هم 100 سومون حرکت میدونید که امروز کار کردگی است. از جانب اونایی که در عراق و سوریه بودن من ژورنالیست کرده در SMT آموخت. مثلا من ایزونا میکشم که من در مسجد باشم عکسم از مسجد چوب شوم. اگر شما روز با پرزیدنت کشور امام علی رحمان روبرو شوید اولین جمله که میگه چیست؟